سلام به کانال خودتون، کانال رازداران خوش آمدید. خوشحالیم که این کانال رو برای شنیدن داستان و سرگذشت‌های واقعی انتخاب کردین. دوستان عزیز، پیشاپیش از لایک و کامنت هایی که میگذاریم و ما رو حمایت میکنید سپاس گذارم. بدون فوت وقت بریم سراغ سرگذشت امروزمون. من صفیم، به معنی صفا و صمیمیت، ولی راستش هیچ کدومشون تو زندگی من نقشی نداشتن. تو اون گود جنوب شهر تهران دهه 50 5 تا بچه قد و نیم قد بودیم، با یه پدر کارگر و مادری که صورتش همیشه از خستگی خاکستری بود. ما تو جنوبی ترین نقطه شهر تهران زندگی می کردیم. من بچه بزرگ بودم، کمک دست مادر. همیشه باید مراقب خواهر برادرای کوچیکتر از خودم بودم. 12 سالم شده بود، ولی هیچی از بچگی کردن یادم نمیاد. به اون روزا که فکر میکنم میبینم تو اوج کودکی چقدر من زود بزرگ شده بودم. یک روز عصر طبق عادت همسایه ها تو کوچه دور هم جمع شده بودن و یه موضوع برای حرف زدن و غیبت پیدا کرده بودن. مادر منو صدا کرد و خواهر کوچیکم سمیه رو داد بغلم و خودش رفت کنار همسایه ها نشست و مشغول حرف زدن شد. سمیه تو بغلم بیقراری میکرد. همینجور که سمیه رو تکون میدادم تا آروم بشه چشم چرخوندم ببینم خواهر برادرای دیگم کجان، که دیدم با بچه‌های همسایه گوشه دیوار دارن خاک بازی میکنن. چند دقیقه گذشت و تو عالم خودم بودم که یهو صدای جیغ مامان منو به خودم آورد. معذرت میخوام. صحنه بدی بود، شوک شده بودم. بی حرکت سر جام وایسادم. مادر رو دیدم که همینجور که خودشو کتک میزنه گریه میکنه و بلند شد و چادر خاکیشو یه تکونی داد و با عجله کشید رو سرش و دنبال یه آقایی به راه افتاد. صدای گریه سمیه منو به خودم آورد و با تمام قدرت داد زدم مامان. مامانم برگشت و گفت صفیه چیزی نیست مادر، دست بچه ها رو بگیر ببر تو اتاق تا من نیومدم بیرون نیا، حواست باشه بهشون. و همینجور توی گریه های سمیه و چشمی که تار شده بود از بغض و گریه، مادر رو دیدم که از ما دور میشه. به خودم اومدم، دست بچه ها رو گرفتم و بردم تو اتاق 12 متری که کل زندگی ما بود. یکم توی اتاق سرگرمشون کردم تا مامان و بابا برسن، ولی هوا تاریک شده بود و هنوز هیچ خبری نه از مامان بود نه از بابایی که باید تا این ساعت خونه می اومد. خیلی نگران شده بودم. با هر جون کندنی بود بچه ها رو خوابوندم. چشمام خسته بود، ولی دلشوره نبودن مامان و بابا خواب از چشام برده بود. تو اون اتاق 12 متری که قد و نیم قد بچه کنار هم خوابیده بودن راه می رفتم و هزار جور فکر به سراغم می اومد. بچه بودم، خب عقل الان رو نداشتم که. فکر می کردم مامانم از دست ما خسته شده و با اون آقا گذاشته رفته. بابا هم چون دیگه مامان ما رو نمیخواد ما رو ول کرده و رفته. وقتی فکر می کردم که نیان بغضم تبدیل به گریه می شد. گریه تبدیل به یک قق بلند شده بود. دستم و جلوی دهنم گذاشته بودم که این حق صدای این حق بچه ها رو از خواب بیدار نکنه. آروم در اتاق وا کردم، سرکی کشیدم. هیچکی تو اون حیاط بزرگ و درندشت تاریک نبود. تمام چراغ اتاقهایی که دور تا دور همیشه روشن بود و حیاط رو روشن میکرد خاموش بود. رفتم نشستم لبه ایوون و منتظر اومدن مامان بودم. همینجور گریه میکردم و اشک میریختم. صدای گریم بلندتر شده بود. خاتون جان، پیرزن مهربون و چاقی بود که در اتاق کناری ما تنها با دخترش زندگی میکرد. از صداهای گریه های من در اتاقشو وا کرد و سرکی به بیرون کشید. صفیه دخترم، تویی اونجا نشستی؟ بله خاله. چرا داری گریه میکنی؟ گفتم هنوز مامانم و بابام نیومدن، خیلی نگرانم. خاله نکنه مامانم و بابام ما رو ول کرده باشن. خاتون اومد نشست کنارم و با اون دستای توپلش لپم و لمس کرد و گفت زبونتو گاز بگیر دختر، این حرفا چیه میزنی؟ گفتم آخه میترسم.
مامان با اون آقا رفت و بابام هنوز خونه نیومده. به من گفت بچه ها رو ببر و تا تاریک نشدن هوا میام. الان خیلی هوا تاریک شده. اگه نیان چی؟ خاله برگشت گفتش که نگران نباش دخترم. سر کارت برای پدرت یه اتفاقی افتاده که اونو بردنش بیمارستان. مامانت هم اونجاست. تا صبح نشده بر میگردن. الانم برو تو اتاقت بگیر بخواب. من پشت در میمونم تا خوابت ببره نترسی. چشمی گفتم و خودمو قل دادم تو اتاق. رفتم زیر پتو و کنار خواهر برادرام خوابیدم. این آخرین باری بود که تا چشم بستم و به راحتی به خواب رفتم. با سر و صدای همسایه ها از خواب بیدار شدم. نگاهی به بچه ها کردم. عباس سر جاش نبود و در اتاق نیمه باز بود. عباس بچه شر و شیطونی بود. همیشه با بچه ها سر چیزای کوچیک دعوا میکرد. خودمو به حیاط رسوندم دیدم با پسر همسایه سر یه تیکه چوب داره دعوا میکنه. با زور کشوندمش و آوردم تو اتاق. بچه های دیگه یکی یکی از خواب بیدار می شدن. نزدیک ظهر شده بود و هنوز هیچ خبری از مامان و بابا نبود. از ترس اینکه بچه ها توی حیاط برن و نتونم کنترلشون کنم رخت خوابا رو چیده بودم پشت در اتاق که نتونن در رو باز کنن و بیرون برن و همونجا سرگرمشون کرده بودم. هر از گاهی از پنجره توی حیاط رو نگاه می کردم ببینم مامانو می بینم. نه، هیچ خبری نبود. از ظهر گذشته بود. همین که سفره رو باز کردم و یه چایی گذاشتم تا یه لقمه نون دهن بچه ها بذارم صدای مامانو شنیدم. انگار دنیا رو به من دادن. با عجله رخت خوابا رو پرت کردم یه گوشه تا بتونم در رو باز کنم. رفتم تو حیاط دیدم مامان کنار ایوون نشسته. با همون چادر خاکی که داشت میرفت. قیافه خیلی ناراحت. انگار که چندین سال از سنش گذشته بود. غمو تو چهرش میشد دید. مادر شروع به گریه کردن کرد. همینجور که گریه میکرد تعریف میکرد و من تو اوج بچگی پیر شدم. پدرم سید احمد بنا بود. دستاش تمام زندگی ما بود. دلمون خوش بود شب به شب بابا دست پر میاد خونه و حداقل شکم گرسنه نمیخوابیدیم. نه اینکه هر شبمون اینجوری باشه، نه، خیلی وقتام شکم گرسنه میخوابیدیم. کار بابا فصلی بود. یه موقع‌هایی کار داشت، یه موقع‌هایی هم کار بهش نمیخورد و مجبور بود که دست خالی به خونه بیاد. بابام سید احمد از داربست افتاده بود. دکترها گفته بودن اگه به هوش بیاد ممکنه فلج بشه چون نخاعش آسیب جدی دیده. مادر برای همسایه ها تعریف میکرد و اشک میریخت و من بی صدا میشکستم. چند روزی گذشت. چند روزی که مثل چند سال برای ما گذشت. بابا رو آوردن خونه. یه تیکه گوش که فقط میبینه و به سختی چند کلمه حرف میزنه. اون دستای زبرش که همیشه لپای ما رو میکشید و باعث گرمی وجود ما بود حتی دیگه نمیتونست یه قاشق دست بگیره. زندگی 7 نفره ما از اونجا رنگ و بوی دیگه گرفت. زندگی افتاد روی دوش من و مادر. با مادر می رفتیم خونه همسایه ها. اگه لباسی داشتن می شستیم. کهنه بچه‌ای داشتن می شستیم. فرشی بود، سبزی برای پاک کردن بود. انجام می دادیم کارهای خونه‌شون رو می کردیم و در قبالش یه مقدار پول می گرفتیم تا بتونیم خرج دوا و درمون پدر و شکم گرسنه بچه ها رو سیر کنیم. ولی از شما چه پنهون؟ همسایه ها از نظر مالی مثل خودمون بودن. نمیتونستن اونقدر به ما کمک کنن. یه شبایی با مادر که خونه همسایه ها کار نبود چادر سر میکردیم و منتظر میشدیم هوا تاریک شه. چند تا کوچه اون برتر میرفتیم. مغازه های سیفیجات و میوه فروشی که آشغال میوه هاشون و آشغال سبزی هاشون رو تو سبد میریختن و میذاشتن جلوی در. میرفتیم اونا رو میگشتیم تا بتونیم یه چیزی از توش در بیاریم و شکم بچه ها رو سیر کنیم. خیلی زندگی سختی بود. دختر بچه بودم. یه موقع‌های نگاه‌های مردم که روم میافتاد خجالت میکشیدم. 2 سال به همین منوال گذشت.
پدرم هر روز شکسته تر می شد. معلوم بود شرمنده است. با زور و اصرار یه لقمه غذا دهنش می زاشتیم. روزای خیلی بدی رو سپری می کردیم. ولی دیگه پوست من کلوف شده بود و دیگه نگاه و ترحم مردم ناراحتم نمی کرد. پیش خودم می گفتم صفیه بزرگ شدی، باید مراقب خواهر برادرات باشی. زندگیمون همینجوری میگذشت و بچه ها بزرگتر می شدن. مادر توان کار کردنش کمتر شده بود و پدر همچنان مثل یه تیکه گوشت یه گوشه اتاق افتاده بود. بار زندگی 100 برابر شده بود روی دوشهای نحیف من. یه روز گوشه حیاط نشسته بودم و تو فکر بودم. ستای خاتون منو به خودم آورد. گفت صفیه دخترم بیا تو اتاق، کارت دارم. بلند شدم و دامنم رو تکون دادم و رفتم تو اتاق پیش خاله نشستم. یه چایی برام ریخت و گذاشت جلوم و گفت چی شده دختر جان؟ گفتم خاله دیگه زورم به هیچی نمیرسه. خسته شدم دیگه، چی کار باید بکنم؟ بعضی روزا همسایه ها کار دارن، بعضی روزا ندارن. تا کی باید تو سطل آشغالا رو برای سیر کردن شکم بچه ها بگردم؟ چرا خدا ما رو نمیبینه؟ چرا مراقب ما نیست؟ مگه پدر من چی کار کرده بود که باید به این روز بیفته؟ مگه آزارش به کسی رسیده بود؟ حرف میزدم و گریه میکردم. خاتون توی فکر فرو رفت و گفت دخترم بیا فردا با من بریم این خونه‌ای که من کار میکنم. بریم اونجا، شاید نیاز داشته باشه یه کارگر اضافه بگیره. من باهاشون صحبت میکنم. اگر نشد میگم بسپرم برای تو یه جای کار پیدا کنم. خاتون بالا شهر کار میکرد تو این خونه عیونی اشرافیا. همیشه قصه های قشنگی اونجا برای ما تعریف میکرد. سرتون رو درد نیارم. چشمی گفتم و اومدم تو اتاق. تا خود صبح از این پهلو به اون پهلو شدم. استرس منو گرفته بود که نکنه یه موقع قیافه من خوششون نیاد، نکنه از طرز لباس پوشیدن من خوششون نیاد، نکنه منو قبول نکنن. ولی از اون ورم نور امیدی توی قلبم جوونه میزد. اگر قبول کنن، اگه پول خوب بدن، اگه زندگیمونو بتونم عوض کنم. با همین حرفا و با همین رویاها به خواب رفتم. با تقه کوچیکی که به در خورد چشمامو باز کردم. صدای خاله خاتون بود. صفیه دخترم بیداری؟ بله گفتم و بلند شدم. در اتاقو باز کردم و گفتم بله خاتون بیدارم. پاشو دخترم. بلند شو تا دیر نشده، مسیر زیادی رو باید بریم. چشمی گفتم و برگشتم تو اتاق و شروع به حاضر شدن کردم. جلوی در که اومدم دمپایی‌ام بپوشم یه نگاهی بهش کردم. لبای دمپایی انقدر تا خورده بود کنده شده بود. چشمم به گالشای سوراخ مادر افتاد. گفتم بهتر از هیچیه. از دمپایی که نوکش پاره شده خیلی بهتره. گالشای سوراخ مامانو پام کردم و با انرژی زیاد دنبال خاله به راه افتادم. چند تا خیابون و کوچه گذر کردیم تا رسیدیم به ایستگاه اتوبوس. سوار اتوبوس شدیم. اتوبوس همچنان که جلو میرفت کوچه ها از کوچه های غبار گرفته و خاک گرفته تبدیل به کوچه های پردرخت و پرزرق و برق می شد و من تو عالم خودم، تو اون عالم که خودم که قصه ها رو همیشه تجسم می کردم، تو عالم بیداری داشتم نگاه می کردم. چقدر فاصله بین دنیای ما بود، چقدر فاصله بین محل ما تا اون محلی بود که خاله کار می کرد. زندگی قشنگی این بالا بود. همه چی نور داشت، همه چی برق داشت، همه چی تمیز بود، همه چی مرتب بود. خونه های خیلی قشنگ، خونه که نگم براتون، قصر بودن. بعد از گذشت چند وقتی اتوبوس توی یه ایستگاه نگه داشت و ما پیاده شدیم. چند تا خونه رو گذر کردیم تا رسیدیم به یک خونه خیلی بزرگ، یک در قهوه‌ای رنگ که 2 تا کله شیرم روش بود. خاله به در تقه‌ای زد و در باز شد. وارد یک حیاط شدیم. از زیبایی اون حیاط دهنم باز موند. خاله گفت گوشه حیاط باش تا من برم و بیام. چشمی گفتم. همینجوری خیره دور و برم و نگاه میکردم. خودم رو با خواهر برادرم تو اون حیاط تصور میکردم که دنبال هم افتاده بودیم و میخندیدیم و پدر مادرم کنار اون استرخ بزرگ نشسته بودن و داشتن ما رو نگاه میکردن. چی بگم که فقط اینا یه تصور بود و همون چند لحظه
و همون چند لحظه هم برای من شیرین. خاتون صدام زد. کمی عقب‌تر یک خانم با لباس فرنگی و آرایش زیبا، کفشای پاشنه بلند ورنی ایستاده بود. رو به خاتون گفت مطمئنی میتونه کار کنه؟ دستاش جون داره، این خیلی بچه است. آره خانم نگران نباش، اینجوریشو نگاه نکن. از قدیم گفتم فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه. خانم خونه یه چش ابرویی اومد و گفت امروز امتحانی وایسه، اگه خوب کار کرد از فردا باهات بیاد. منو میگی؟ انگار جام قهرمانی رو بردم. خاتون به هم گفت از آشپزخونه شروع کن، بعد برو سالونا رو تمیز کن. جای دستمال و لیته و اینا رو به هم نشون داد و چند تا دستمال داد دستم و گفت شروع کن. شروع کردم تمیز کردن خونه. همه چیز سر جای خودش بود. زیبا و نیاز اصلا به گردگیری و تمیز کردن نبود. همه چی برق میزد ولی من شروع کردم. از هر گوشه‌ای که بگین تمیز کردم. بیوقفه اون روزو کار کردم. موقع نهار و استراحت خاتون به هم گفت خانم وسواس داره، فکر نکنی چون همه جا تمیزه نباید تمیز کنی، یا تو کارتو بکن حتی اگه تمیز بود. چشمی گفتم و بلند شدم و رفتم. بعد تمیز کردن سالن شروع کردم حیاطو تمیز کردن. با وسواس زیاد انگار دارم خونه خودم رو تمیز میکنم. تو حیاط هر از گاهی صدای جیغ یه دختر می اومد یا شکستن چیزی. خیلی کنجکاو شده بودم ولی ترس این که یه موقع سر بلند کنم و کسی منو ببینه و بگه دیگه نیازی نیست اینجا کار کنی، داری کم کاری میکنی، سرم پایین بود و مشغول کار کردن. من تو رویاهای خودم بودم، اینکه چقدر الان به هم پول میدن، با پولش چیا بخرم، اصلا به من پول میدن، نکنه به من گفتن امروز امتحانی باشی دیگه به هم پول ندن، امروز هم بچه ها گرسنه بخوابن. کارم تموم شد. دست و صورتمو شستم و رفتم گوشه مطبخ که کنار حیاط به اون بزرگی بود وایسادم. منتظر خاله خاتون شدم. خاله اومد. چند دقیقه به استرس گذشت. خاله سکوت کرده بود. گفتم خاله چی شد؟ از کارم راضی بودن. یه نگاهی به هم انداخت و سرش انداخت پایین. دنیا رو سرم خراب شد. گفتم وای مگه من چی کار کردم؟ من که به این خوبی همه جا رو تمیز کردم. به خدا دیگه دست و پاهام جون نداره. تمام قوتم رو گذاشتم. خاله سرش آورد بالا و خنده ای از ته دل کرد و گفت نگران چی هستی؟ خانم گفت فردا بیا. از همون شب من دیگه خیلی بزرگ شدم. خاتون مقداری پول بهم داد. گفت این مزد امروزت بود. قرار شد هفتگی باهات حساب کنن. امروز رو بهت دادن. گفتم که تو خونه چیزی ندارید، از فردا هفتگی باهات حساب میکنن. دنیا رو بهم داده بودن. قبل رفتم به خونه با اون پول کمی خرید کردم. میدونستم تو خونه چیزی واسه خوردن نیست. پولی هم برای خرید کردن نیست. روزها به همین منوال میگذشت. یک روزایی هم که خاتون نمی اومد کارش گردن من میافتاد. سخت بود، مخصوصا موقعی که تو عمارت مهمونی بود. ولی چاره چی بود؟ من هر روز تلاشم و بیشتر میکردم که یک موقع روی کار من ایراد نگیرن. مادرم دیگه نیاز نبود برای همسایه ها کار کنه. هر چی باشه دستمزد من 10 برابر پولی بود که همسایه ها میدادن. دوستان عزیز، ممنون که تا اینجای داستان صفیه عزیز همراه ما بودید. سپاسگزارم. لطفاً برای شنیدن قسمت بعدی داستان کانال رو سابسکرایب کنید. نظراتتون رو زیر همین پست برامون بذارید. با جون و دل میخونیم و بهتون جواب میدیم. ممنون که ما رو حمایت میکنید. دوستتون دارم. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.